د سلورم ټولګی نوی درس ته راغلاست. با درس جدید صنف چهارم خوش آمدید. این صنف برای کسانی است که میخواهند زبان پشتو را از سطح مبتدی به صورت اکادمیک آغاز کنند. سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر باشه. امید که جور و صحتمند باشین و ایام به کامتان باشه. امروز بخیر درس 11 را یک جای با هم میخوانیم. لطفاً تا آخر ویدیو همراه ما باشین که بسیار درس مهمی است و چیزهای خوبی را یاد خواهید گرفت. اما پیش از این که درس را آغاز کنیم، لطفاً برای حمایت من این ویدیو را لایک کنید و یک کامنت زیبا بگذارید. سلورم ټولګی صنف چهارم یولسم لوست درس 11 خبریتری، گفتگو و یا مکالمه. موخه، هدف: د متن سم لوستل، صحیح خواندن متن، لیکل، نوشتن او د خبرو زده کول و یادگیری مکالمه. پوښتنه و یا پوښتنه: تاسو نن د کورنۍ له غړو سره خبرې اترې کړې دي؟ آیا شما امروز همراه خانواده خود گفتگو کرده اید؟ زرمینه: غوټۍ خوری، السلام علیکم. زرمینه میگه که غوټۍ خوار، السلام علیکم. خوری به معنای خواهر. در اینجا اوگده آمده برای اینکه غوټۍ مؤنث است. غوټۍ: خوری و علیکم السلام. خواهر: علیکم السلام. زرمینه: خوری تاسو نن څه کار کوئ؟ خواهر: شما امروز چه کار میکنید؟ تاسو شما نن امروز سکار چه کار کوی میکنید؟ در اینجا کوی همراه با یای امریه و یا یای مخاطب آمده، چرا که همراه مخاطب خود سوال میکنه و از او در واقع جواب میخواه. غوټۍ: گرانی ز کالی منزم. عزیزم من کالا میشیم. گرانی عزیزم. دقت کنین تمام یاها اوگده هستند، چرا که مکالمه در بین دو مؤنث و یا دو دختر است. ز من کالی کالا منزم میشیم. در قسمت منزم هم فعل به ام ختم شده، نظر به فاعل که اول شخص است. خودم میگه، غوټۍ خودم میگه و میگه که من کالا میشویم. منزم، ز کالی منزم، من کالا میشیم. زرمینه میگه خوری ز در سره مرسته وکړم. خواهر من همراهت کمک بکنم. خوری خواهر ز در سره من همراهت مرسته وکړم، کمک بکنم. گرانی قربان دیشم، دومره ډیر ندی، مننه. عزیزم صدقه شوم، قربانت شوم، آنقدر زیاد نیست، تشکر. قربان دیشم، قربانت شوم. قربان دی، قربان ات. شم، شوم. دومره دیر، آنقدر زیاد، ندی، نیست، مننه، تشکر. زرمینه: خا چی داسی ده؟ ده خدای پامان. خو که این طور است، با امان خدا. خا خب چی داسی ده که این طور هست؟ ده خدای پامان، با امان خدا. غوټۍ: خورجانی د بیا لیدو په هیله، د خدای پامان. خواهر جان، خورجانی، خواهر جانم، د بیا لیدو و یا د بیا لیدلو په هیله، با امید دیدار، د خدای پامان، با امان خدا. د بیا لیدو په هیله، با امید خدا. این عبارت را از بر کنین، بسیار عبارت زیبایی هست. دقت کنین عبارت های زیبا را یادداشت کنین و همراه خود داشته باشین، تکرار کنین و از بر کنین. کوشش کنین مکالمه های کوتاه همچون مکالمه های صنف چهارم را از بر کنین، چرا که ساختاری که در ذهن شما شکل میگیره باعث میشه که بعد از چندین مکالمه ای را که از بر کردین بتونین خودتان یک مکالمه نو را بسازین. و اما لغات جدید این درس: گرانی عزیزم، منزل شستن، کالی
کالاها دومره بسیار زیاد دا بیالیدو پهیله امیدوارم باز هم ببینمت و یا با امید دیدار فعالیت دو از د کوونکي دي د تختې مخ ته راشي په وار سره دي د مرستی او غرمی کلمه په جمله کې استعمال کړي دو دانش آموز و شاگرد باید پیش تخته بیاین و به نوبت کلمات کمک و نهار مرستی به معنای کمک غرمی به معنای نهار در یک جمله استفاده کنند و اما برای کار خانگیتان یک بار از روی متن بنویسین و یک بار هم صدای خود را رکورد کنید و از روی متن بخوانید و از طریق آیدی تلگرام برای من ارسال کنید. خب عزیزانم این بود درس امروز ما. امیدوار هستم که براتون مفید بوده باشه. اگر تازه به چینل ما پیوستید لطفاً زنگوله رو هم فشار بدین تا از درس های جدید عقب نمانید و برای حمایت از ما لطفاً ویدیو را لایک کنین، کامنت بگذارین و به دوستان عزیزتان انتشار بدین. تا در آینده شما رو به الله پاک میسپارم. پامخ دیخه ده خدای پامان.